آماده ای؟ بله. غزل جان موزیک. چی شده؟ همون همیشگی. این مال کیه؟ ببخشید امکانش هست رجاب کنی؟ این موار خدا آفریده که دل همسرتو ببرده، نه دل بقیه رو. چی شده؟ داری بازجویی میکنی؟ من شاهدم. در مورد توهماتتون هیچ جا با هیچ کس حرف نمیزنی. فقط گفتن خفشم. فقط تو باید مواظب خودت باشی. یعنی چی؟ چطور همین حالا از همینجا بپری پایین؟ خیلی از هم فکرات خراقاتشون به اینجا ختم میشه. اون وقت جواب خدا رو چی میدین؟ نامرد، کثافت، حروم زاده بی پدر و مادر، کثافت، عوضی، نامرد.